مونگولیالیسما ایشون هست ایشون هست سلام دیدیم تو کوچه درست خانوم ایشون عضو اصلی ویدیو ما هستن و اینجا مکان علیکم دوباره بچه موهای من نگاه کنین بچه بیاین تو کادر بچه ما درسا رو گذاشتیم داشت گریه میکرد دیگه اومدیم یکم روستا گردی کنیم بعد دیگه بریم بیاین بچه بیایم بالا بالا؟ آره یکم بریم ببینیم چی داره بریم ببینیم بالا چی داره بچه ها اینجا کجاست؟ بچه ها؟ نگاه نمیشه مرد کودک از طرف کمیته جزی بچه ها چرا شکسته؟ بله بچه ها فیلم بگیر بچه ها بریم اینو ببینیم؟ بچه ها این درش هست بچه ها ما فکر میکردیم همه چیز یه چیز ساده است یه چیزی که نه ترس داره نه نگرانی اما هر چی جلوتر رفتیم دلهوره تو دل ما بیشتر شد چرا؟ چون چه تمیزه انگار هر دفعه که میاد اونو تمیز اینجا جای بعدی خیلی دارکی بود بچه ورودیش که بسته بود حالا ما داریم برم بیاره چون به این خونه میکنم دیدی واقعا وقتی از قدیمی های این روستا پرسیدیم به ما گفتن بهتر نریم و ما وقتی دلیلش رو پرسیدیم گفتن که اینجا با اطلاع قبلی درش تخته نشده بی دلیل زنجیر شد و دیگه هیچ کس سمتش نرفت حتی کسی حاضر نشد که ما رو ببره اینجا و ما به صورت یواشکی رفتیم هیچ کس تو این روستا نیست فقط اون خانوم چون که پشت مهد کودک ملکشه من خب گوش ما بدهکار این حرفا نبود رفتیم و همه اتاقای مهد کودک رو کودکش زنجیر کردن نمیدونیم چرا ولی که نتونستیم سر از مهد کودک در بیاریم خب ولی اون خانوم گفتش که به غیر از مهد کودک توی این روستا یک مدرسه هم هستش که همینجوری متروکه حالا ما هم از یه ولاگ روزانه‌ای که می‌خواستیم یه بچه 2 ساله رو ببریم کار تبدیل کردیمش به یه ویدیوی دارک اینجا بچه‌ها دادیم دست فیلم بردار قشنگ ویدیو بگیر بیا فیلم بردار لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین که داریم جونمون رو تو خطر براتون میندازیم دیگه لایک هم بکنین زنگوله رو داره رو جناجولم لایک هم بکنین زنگوله رو فعال کنین که هر موقع من بعد عمر براتون ویدیو گذاشتم براتون بیاد بزنید که بریم بچه‌ها یه چیز بگم که این مدرسه ما وقتی درسا رو داشتیم می‌بریم وقتی این مدرسه جیغ موجبی که همسایه‌ها ریختن بیرون و من نتونستم اون لحظه فیلم بگیرم بودو بردیمش تو خونه و این ما رو داره میترسونه اینجاست از اونجا هم تو مدرسه خیلی استرس دارم مثلا اینا متروکن خود اهالی روستا نمیرن و ما 3 تا اسکار رفت حتی این وقت خبرم شربت دارچین کردم بچه یه سوال چرا توش قابلمه است؟ اینجا به از یا زنایی که قبلا یک بشی کلا داره میرینه تو خودش؟ آره جدی میگم نه کنجکاو کن
با من دمپایی پامنه نیه بابا اینجا مدرسه است درش قفله این مدرسه های ما درش قفله دیگه ناگاه بچه اونجا در نداره ولی از اینجا در میاد. بچه ترس بیان چون اونجا اون خانومه که دیدیم بود بازم اسکلت نگاه این ستون فقراته اینجا اتاق آخر از همه بزرگتر میشه از پنجرش ببینیم چون اینم اسکلته شاید هم بچه های روستا که مثلا از قدیم اینجا اونا رو نمیشه بچه یه سر دستشویش هم ببین دیگه بریم من واقعا حس بدی یه حس بابا داری حس سنگین آره خفگی میده این چیش اینجا رو کردن پارک برای دفعه اینجا برای آها آره ماما خیلی گوشو داره من بچه به نظر من اینجا چیزی دارکی نداره اتفاقا دستشویی ها من نمیدونم منم نمیدونم تو برو بیا اومد خوش شاید امکان داشته باشه از بیرون یه چه صدای در زدن چیکارم شد نمیدونم چون شاورایی دیدیم بیا اینو بگیر تو اینجا جا داره نه بیا تو شدم مگه پشت سرم میای هم میاد دیگه بس آقا همش آخر همینجوری میکنم بریم در آخر اینجایی که ما دیگه واقعا جرأتشو نداریم بریم اینجا هم بگیم دیگه همه رو رفتیم دیگه بیا بریم خب ما که نایدیم اینجا فقط مهران دارک دوست داشتیم بگیم دوباره بگیریم این ویدیوی دارک برای ما دردسر شدش ولی خب اگر شما بخواین توی روزهای آینده براتون دوباره میگیریمش خدافظ لاک و سابسکرایب یادتون نره پلیز زنگولم